丈母娘和纳西姆再次请求内马特原谅法蒂玛，但内马特认为，他们不可能和法蒂玛继续这样的生活，他们应该离婚。سلام وقت بخیر صبحونه خوردی شما؟ خوردم بهمون کار اومده ها؟ آره صبح اومدیم صبحونه پیش نبودیم بفهم آجان بفهم آجان میگم اگه با من کار نداری من میخوام برم دادگاه یه مقدار کار دارم من اگه وقت کاری چیزی هم داشتی من جواب ندادم میتونی با این آقا بگی چه کار دارم با شما عزیز دست در نکنه فقط مواظب باش من هیچ چیزی دارم ولی کدام سرش نیست حواستون باشه ناصرین ما چه جوری تجربه سلام صاحب السلام عليكم قربانت والا همس کرد نه خودیه مازه داری اصلا نمیده به سلامتی دیگه جا چطوری میگه که به شان سال سال به تصریف کنیم حساب کتاب نوی راستش کنیم برام میشه چند روز اون فرصت بدی؟ دو مثلا نه چقدر میتونید توانم داشته باشی؟ 10 یه من یه شرایطی دارم یه دو اوزان بخته بگل هم اگه امکانش هست من یه تشبیت میدم واسه چند روز باور کن خیلی الان لازم ما به کاری کار داریم اینجا دیگه همامو داشته باش من تا حالا نه بهت نگفتم هر موقع کم و کسی بود گفتم چشم اینجا شما یه ذره هوا دست بگیر حساب کتاب کن ببین چه جوریه من یه چک می‌نویسم بهت میدم و ممنونتم هستم نه ممنونم نتش کنیم برای چه جوریه دست دارم بریم بالا سسا چرا؟ نتشون نتونم کار انجام بده من نمیدونم چجوری میاد میکنه شما طول است بعد پدر دوبله پدر دوبله حساب میکنه بعد بیشتر بردم اینا بعد سرویس شو با ماشین آقای بردن رفتم براشون نهارم گرفتم خیلی دیر اومدی دست در نکنم چیکار کردی؟ رفتم دادگاه نوبت دادگاهی داشتیم فاطمه نیومد خیلی هم موندیم و اینا خیلی نه خبری نیست و باباچی رفتیم یه مقدار صحبت کردیم و فعلا منتظریم ببینیم جواب به هزانه بچه‌ام چی میشد و فعلا سر کن بهش گفتم نمیتونم اینقدر دوری بچه‌امو تحمل کنم یه جوری یه راه جلو من بذار من برم و بچه‌ها رو بیارم گفت نه فعلا سر کن بذار جوابش بیاد تا شما بریم اونجا مزاحمتی دار کنی یا یه درگیری درست کنی اونم میتونم دست شکایت کنم اونجوری بدتر میشه تو چشم میگیره فعلا موندی ببینیم چطور میشه دو طرفش هم چند کنیم چقدر هم اصلا میگم دال بیو دو برابر کار دستگیر بیو
123,750 منهای چند دوی ما؟ 31,500,000 مساوی 45 میلیون مساوی این مقدار که من بهشون دادم حساب کردی؟ میشه 47 میلیون دیگه. الباقیش شما 47 تا 200 میشه. خب چون میخوام روند بنویسم میشه 47 میلیون. خب چه چی می‌نویسم برای 3 ماه. 3 ماه. نزدیک‌تر حتی 2 ماه می‌نویسم. دستم در. ببخشید. من یه تیک تومان می‌نویسم و میارم در خدمت. میوه براتون بود یا نبود؟ میوه نه. آبم بالا فکر کنم دیگه نباشه. شیرنج هم سازه برده. من یه میزان داخلش. شسته میوه؟ بله شسته. سال 50 میلیون. در وجه اسمت محمد جلیل بیا خدمت سیج با موفقیت ثبت شد. ببخشید 15 سفارش بدم؟ 15 باشه کلاسه ای داره داخل چند چه کار کنم 20 تا به ماشین آزاد من سفارش بدم باید بیاری از اصفهان که ما پول بدم من برام برگردم سری هر چیزی لازم باشه باشه موافقم سوفالی 314 بله 217 بله 755 همون داخل کارخونه با ویدیو زنگ زنم به کارتون تعریف دست بده دست در خیلی ممنون باز خداحافظ خداحافظ ای بتونی نمیخواد این بالا آب بدی؟ نه اون چند من آبش دارم درست هم بارم بجور بودا نه اون روز خیلی جوش داد. باید بازش کنیم سلام 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 بیا آبی بیا عزیزم بیا چیخی بیا بگو بگو خبری هوی ها خبری هوی بابا بگو بابا بابا
索拉雅女士解释说，今天她不允许法蒂玛去法庭，他们把法蒂玛的同伴带到这里来向内马特道歉。索拉雅夫人继续说，法蒂玛仍然拒绝满足她的条件，但内马特坚持说他不会接受任何条件。内马特认为同居不应该有任何不合理的条件。出于对纳西布和索拉雅太太的尊重，他允许法蒂玛进入这所房子。索拉雅太太解释说，在这段时间里，她总是和法蒂玛争吵，但内马特很生气，因为他们在他不知情的情况下把法蒂玛带到这里。内马特说，这一次他努力挽救这条生命，但他再也无法忍受这些条件。索拉雅太太感谢了他，但解释说他不能再这样下去了。内马特打算和法蒂玛离婚。内马特试图提醒每个人他为法蒂玛的幸福所做的努力，这样每个人都意识到法蒂玛不值得所有这些努力。内马特替确信法蒂玛会后悔的，因为他确信他会分期支付嫁妆。他解释说，法蒂玛是因为坚持才被带到这里的。他请求内马特原谅法蒂玛，但内马特认为生活不能因为坚持而继续。内马特很生气，法蒂玛总是侮辱他的母亲，不尊重他的家庭。他认为他母亲反对这段婚姻是对的。纳西布对法蒂玛的行为很生气，认为法蒂玛的行为和霍加特相似。内马特认为继续这种生活是不可能的，也不打算在这种情况下继续和法蒂玛生活了。丈母娘和纳西姆再次请求内马特原谅法蒂玛，但内马特认为他们不可能和法蒂玛继续这样的生活，他们应该离婚。和索拉雅问法蒂玛理性思考，但法蒂玛认为内马特应该转移这所房子的契约到他的名字，以换取嫁妆。میتونه بزنه؟ معجون نیزه میتونه بزنه بچه دیدی خیلی؟ میدونه فردا اونم تو شرایه به کارشون میتونه بزنه بچه تعارف نکن 法蒂玛不合理的条件让索拉雅和纳西布很生气，并警告法蒂玛这些决定的后果。این مقطع این مقطع خود بود کار ما هیچ وقت گوشت بریجم هیچ وقت纳西布和索拉雅夫人的谈话无果而终，法蒂玛决定离开这里。纳西布试图阻止法蒂玛离开。Sempre cuidado. همون جمعه Muçulman, mas qual? بشیرا بشیر صدا اصلا نکن بشیر صدا Bashiro. İşte bu dizanı, bu senin adına da boş. هذا نارم خونبی و زوج آقا بعد اینا خامورن نه جواب منم نی خواست بزنه رایدم خونبی و الان چطوری پشت زد دوباره اینجوری تو جواب دل میسوزش درست بکی سوسه Zum Joe ما دلش میسوز. ما Joe همه Joe چه مقصری نباید آن دلش میسوزیش. حالا خیلی تا چه دیدم درست تا 4 روز انجام میدی اصلا بجور بشین این کار تا ابد بد نارم بیا پس. بچه‌م نگو دواتینیام، دواتینیام کجاست؟ روی دست آقا نسید من اینا رو به طور قانون ازش میگیرم همون دیگه رو بیاد تو دست من در
شما قبلش می‌خواستی بیای یه زنگ به من می‌زدی من با ما گفتیم یه جوری میدونستی شما حداقل احترام ما رو داری. احترام ندارم احترام ما رو داری. ببین این خواهر خودت احترام نداره. میگم نداره. خب نمیشه شما وقتی دیدید نمیخواد بیاد زندگی واقعا درست سال انجام آبرو ما رو برده دیگه. همینه بود. زنوی در همسایه. اینا رو کجا بریزم؟ اون روشه میخوای یه پولی پلاستیک چیزی بیارم بزنم دست یه بعد میاد دست بذار یه پولی یه چیزی بیارم